هرچی ماهی تا حالا پختید رو بذارید کنار. یک بار با این روشی که میگم درست کنید، مطمئنم که عاشقش میشید. ماهیاتون رو داخل کیسه نایلون بذارید، بهش نمک، فلفل سیاه، آویشن، پاپریکا، زردچوبه رو اضافه کنید. سیر له شده، روغن و آب لیمو رو هم بریزید و باش کامل مخلوط کنید. بذارید به مدت 1 ساعت داخل یخچال تا کامل مواد به خوردش بره و کامل مزه دار بشه. سیب زمینی رو همراه هویج کامل آب پس کنید. روی سطح سینی فر چرب کنید. پیازهای خلالی رو همراه ماهی مزه دار شده بریزید، بفرستید فر به مدت 40 دقیقه. سیب زمینی و هویج آب پس شده رو همراه شیر، کره، نمک و فلفل سیاه با هم تفت بدید و کامل بذارید تا کامل پوره بشه. همراه ماهی سرو کنید. بچه‌ها طعمش فوق‌العاده خوشمزه میشه. امیدوارم که درست کنید و خوشتون بیاد و با لایک و کامنت از پیج پلاس فود حمایت کنید. نوش جان.